برادرای عزیز، یکی از دانشمندای خیلی که الحالم زنده هستند، بسیار داعی و بسیار واعظی مشهور در روی عالم، در کتابش میفرماید که 4 چیز بیهوده، 4 چیز بیهوده. در رفتی صحبت میفهمیم. یکی از اون چیزهایی که بیهوده است میگه علمی که در او عمل نباشه، این علم بیهوده. برادرای عزیز، من اگر حاضر به مبالغه میتونم 5 ساعت درباره فضیلت علم گپ زنم. علم بسیار فضیلتش بلنده، بی نهایت، آنقدر بلنده که حتی قرآن بینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. علم دادیم و آنها گفتند که ما به سبب علم نظر به همه بندگان روی زمین برتریم. یعنی از روی علم داشتن ما برتری داریم. حقیقتا برتری هست. الله مهربان در قرآن الذین اوتوا العلم درجات میگه. ما کسی را علم دادیم، او را مقام دادیم، او را درجه دادیم. ببینید هر کدام همین برادر عزیز دلالت به فضیلت علم میکنند. از این لحاظ با این قدر حتی ما در حدیث ها که امام غزالی در کتابش میارد میگه لموت قبیله ایسر من الموت العالم، لموت العالم ایسر من الموت القبیله. اگر یک قبیله شاید 200 خواجگی 300 خواجگی اگر از بینم روند، این بخیر است از آنی که یک عالم از بین میره. پیامبر ما گفتن که یوزن یوم القیامه مداد العلماء بدم الشهدا. وزن خون شهید در روز قیامت پیامبر اون میگه برابر وزن قلم عالمه. ببینید همین قدر درجه را الله مهربان به عالم داده است و یکی زمانی که به علمش عمل نکرد، این عزیز خدا میگه علم تو بیهوده، یعنی تو هیچ وقت از این لحاظ این بیهوده می شود وقتی ما در این عمل نکردیم. از من بگوی عالم تفسیرگوی را در علم اگر عمل نکنی نادان مفسری. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم. انا اعطیناک الکوثر
هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نوشته، هم به زبان کریلیکی نوشته، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینید ظاهرا میگه ظاهرا خود حرقه پوشی ها، باطنا خود مکر و فریبی ها. در ظاهرت میگه حرقه پوشی، در ظاهرت میبینند را لذت میبره انسان که چخیل آراسته به تقوای، چخیل آراسته به سنت، لیکن درون مکر و فریب داره. الله رحمت کنه به صوفی علیه را و میگه این چی طاعت چی بندگی باشد، مردن به که زندگی باشد. اگر با همین شکل تو مقصد خواهی که دنیا را سپری کنی، من بر این عالم کلام به تو میگم مردنت بهتر. بله برادرای عزیز، از این سخنه عزیزای خدا ما را باید سخت نرسد. ببین سخت نرسد، اینها ما را معالجه میکنن، اینها ما را تبابت میکنن، اینها میخواهند که ما مثال این گونه نباشیم. دویم تقوایی که در ظاهر هست در باطن نیست، میگه تقوای تو بیهوده. اگر چنده که آیت ها را بین، ان الله مع المتقین، خداوند میگه من همراه متقیایم. ان الله یحب المتقین، الله میگه متقی را دوست میدارم. یحب المتقین، الله میگه متقی را دوست میدارم، همراهش هستم. شما ببینید برای آدمای متقی چی میکنم؟ رزقش میتونم از جایی که در گمانش نیست. برای متقی هیچ کارش گره بستگی نیست، همه گره هاشو میکشم. برای متقی سیاه را از سفید فرق کردن علمش میتونمش، حکمتش میتونمش، اگر آدم متقی باشد. لیکن اگر ظاهرم ده باشد و باطنم ده نه، یه عزیز خدا میگه که این بیهوده چی معنی نداره. ببینیم برادر عزیز، سیم چیزی را که برای ما این عزیز خدا اشاره کرد، گفته است که عمری که در او عبادت نباشه همین عمر بیهوده. 60 سال حیات دیدم، 70 سال حیات دیدم، یکی افسوس که عمر همین خیلی خوردم و خواب کردم و با همین گذشت رفت. درین این عمر برادرای عزیز نه نماز بود، نه ترس خدا بود، نه یک راه دین بود، نه نماز جماعت بود. بین یعنی بالکل از بندگی خالی بود. فقط در همین عمر از من سپری شد. میگه همین عمرم عمر بیهوده گذشت. این عمر مقصد او عمری که فیض داره، برکت داره، این عمر از او عمر نیست. الله مهربان رحمت کنه جناب محمد صاحب را کلاسیکه ویا میگه عمر آن که صرف کرده در حضور ذکر او. کدام عمر را که دیدین که با آفریدگارش رابطه داره، همون عمر بگو. عمر آن که صرف کرده در حضور ذکر او، حیف عمر در پی این نفس کافر. همین عمری که اگر حق جویی نداره با بپرساند، همه عمر تا عمر میگوی. عمر اگر نگذارد به حق جویی شرم نکرده، عمر هم گویی. عمر اگر نگذارد در رای مولا، عمر هر گاو خر از او بالا. الله رحمت شد که برادر. یعنی سیوم چیزی را که ازت میگه بیهوده است، عمری که عبادت نداره، عمری که بندگی نداره، این عمر بیهوده بوده. چهارم چیزی را که این عزیز خدا برادر عزیز برای ما یعنی بگیم گوشزد کرد، مالی که اگر از او صرف و خرج برای راه خدا، برای دستگیر یگان بیچاره نیست. ببینید مال دارد لیکن سخی نیست، مال دارد لیکن هیچ وقت نفر از نانی او، از آبی او، از صدقه او برخوردار نیست. حالا که پیامبر من وقتی پرسیدن ایول اسلام خیر، حضرت بهترین عمل ها در اسلام کدام ای؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن که تطعم الطعام
و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. کسی را شناسی نشناسی سلام کن، سلامش بده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکم بهترین عمل در اسلام. دوم تطعم الطعام، بچم طعام بده، صدقه داشته باشی. بهترین عملی در اسلام. ندارد مالداری که اگر سخی نیست، مالداری که از او کسی مقصد برخوردار نمی شود، همین مال بیهوده است. یعنی صد افسوس که همون حدیثی که جبرائیل 3 باره که در منبر آمین گفت، بعدم پیامبرمون آمین گفت، بعدم گفتنش این آمین چی معنی داشت، برای چی آمین گفتی؟ گفت کسی که پدر و مادر را بیا و داخل جنت نشوه. جبرائیل گفت که خداوند او را رحمتش دور کنه، بگو آمین. من گفتم آمین. یعنی کسی مال داره و با همین مالش با جنت نمی روه. برادری عزیزی بی نهایت خطای کلام کرد. امکان داشت که آدم مالدار با مالش جنت بروه. داشت، همین امکان بود که با مالش خیلی که همین جهازی من از همین جهاز دوبی رکی باشم، هفته آینده در پیشترین میمانخانهش در کورشم یک مثال خانه‌اش بران میکنم، میگم همین من میام چیسله 1 ینور اینجا من خواب میکنم. یعنی من پیشکی هر جای خواهم بران میکنم. همین بران کردنم مثل که از همین جا ایستاده آدم جنت هم با مال و با خیر و با احسانش بران کردن میتونه. برادر عزیز، برای همین خوش به حال کسایی که با مالهاشون خدمت میکنن. مال مقصد برای معیشت و برای معصیت صرف نمیکنن، بلکه خدا داده بین هم خدا کش استفاده میبره، هم بنده های خدا را برخوردار میکنه. در عوض الله مهربان هم ثوابش میته، هم مالش برقرار میکنه، هم گناهش میبخشه. در عوض همون مالی را که انسان صرف میکنه. برای همین برادر از 4 چیزی را که این عزیزی خدا برای ما گوشزد کردن بیهوده است ما درک کردیم. یکم علمی که عمل ندارد، برادر از تقوایی که در ظاهر من هست در باطن من نیست. سیوم چی بود؟ سیوم عمر، برادر عزیز، عمری که در او عبادت نیست. 4 مالی که از او هم خیر و احسان نداره. اینها گفتن بیهوده. الله مهربان دعا کنیم که خداوند توفیق عمل کردن بر آن چیز شنیدیم ما و شما را نصیب کنه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین. من اول از شما عذر پرسیدم میگویم که زن شوهر خود را به دین اسلام درآورد، یعنی نماز را یاد دهد. درست است یا نه؟ داملا از شما یک کف دعای نیک طلب دارم، خدا شما را نگاه بدارد. یعنی زنی که اگر شوهرش نمازخوان میکند درست است یا نه؟ البته درست است. این خیلی نادر است که زنی که شوهرش نمازخوان میکند، خیلی نادر است. خوش به حال همون خواهر، خوش به حال همون زنی که برای اصلاح شوهرش حرکت میکند، برای با دیانت کردن شوهرش حرکت میکند. خوش به حال این زنی که البته این عمل انجام میدهد. البته درست است. یک سوال دیگر کردن، آیا اگر شوهری که زنش تعلیم قرآن میکند باز با او زندگی کردن درست است؟ البته درست است. این وظیفه شماست. وظیفه شماست که زن شما قرآن خوان کنین، زن از علم اسلام آگاه کنین. این وظیفه تون است. او حکم شاگردی را نمیگیرد، او تا همون مردن شد او زن شماست. شاگرد شما هم که باشد غلط هم ندارد، هیچ یگان جای غلطی نیست. السلام علیکم بابای حاجی، به سوال من جواب دهید. تسبیح ها را در دیده ها میمالند، چی معنی دارد؟ دوم، زن در دنیا 2 3 4 شوهر میکند، در جنت همراه کدامش میباشد؟ انا زنهایی که در دنیا 2 شوهر میکنند، 3 شوهر میکنند، از پیغمبر خدا پرسیدند این سوال. حضرت گفتند که با شوهر آخرش در جنت است. کدام شوهری که با او در آخر حیاتش یک جا بود با همراهی او در جنت است.
در بعضی روایت ها می آید که کدام شوهری که خوش اخلاق بود این زن همراه او هست. ابی دردا میگوید وقتی که از دنیا گذشتن با شوهر خود با زن خود گفتن که شوهر نکن اگر تو بخواهی که در جنت همراه من باشی. این مطلب از این سخن ابی دردا هم این است که زن با آخران شوهر خود در جنت است. و تسبیح را در دیده ها مالیدن اینها یعنی کاری غلط خطا هم بگیم خطا نمیکنیم. تسبیح گردانیدن ثواب. تسبیح گردانین از گپ بیهوده در همون سبحان الله شما میگوین هزارها بار بهتر است، لیکن بعد تمام کردن اونها را بوسه کردن در دیده ها مالیدن اینش غلط از گناه است. فقط شما قرآن در دیدتان مالید، فقط شما قرآن بوسه کنید. و یک سنگ است، آیا بوسیدن چی لازم است؟ برعکس در فتواها میگن قبر، حتی قبر پدر که یک قبر خیلی محترم است، همون قبر بوسه کردن حرام است که وای از خاک عبارت است. وقتی که میگه حضرت عمر طواف خانه کعبه میکردن، همون نزد سوراخی آمدن جایی که حجر الاسود ایستادگی هست و همون حجر الاسود را گرفتن و بوسه کردن و گفتن قسم به خدا ای حجر الاسود من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمیکردم، تو یک سنگی هستی، از دستی تو هیچی نمی آید. السلام علیکم آبای داملا، همین سوال ما را با پررگی جواب بده. من بسیار در نماز غلط میکنم. اگر پس بخوانم، اگر نماز را کمکک بلند بخوانم خطا نمیکنم. یعنی نماز بلند خوانم غلط نمیکنم، پس بخوانم غلط میکنم. من دخترک هستم، میگن آواز دخترک سطر هست، من چی کار کنم؟ باز یک سوال دیگر. بابای داملا من میخواهم که جنازه را پیش از نماز بخوانیم، برای آنی که بسیاری کسها در نماز جنازه اشتراک نمیکنند. خداوند این خواهر باز توفیقش زیاده بگرداند. یعنی همه وقت باید که جنازه های ما بعد نماز شوند، زیرا پیش از نماز جمعه وقتی ما جنازه میکنیم اکثر مردم جمعه را میپرتویند، از پس نماز جنازه میشوند. اینجا ده همشون گناهگار میشوند، زیرا فرض عین ماندگی مثال از پای یک فرض کفایه میشوند. باید که جنازه البته به البته چی شود؟ بعد نماز شود. و سوالی که دادن آواز دخترک سطر هست، این غلط است. آواز دخترک سطر نیست. آواز دخترک سطر است در وقتی که در نزدش مردهای باشند که مثال محرم این نباشند، مردهای بیگانه باشند، این حالت در آواز زن سطر میگن. لیکن در نماز همه شما چی زن و چی مرد می توانیم 5 وقته نماز کدامش نباشد، چی بامداد چی پیشین. گفتی عباره مختصر که والمنفرد خیرت این ادا، آدمی طاقت گذار حق دارد خواب پس میخواند خواب بلند. اگرچه نماز پیشین باید پس خوانده شود، عصر پس خوانده شود. اینها فقط برای امام هستند، برای آدم طاقت گذار نیست. برای آدم طاقت گذار میتونی با تمام آواز در خانت بخوان، چی پیشین باشد چی عصر باشد. نمازهای بلند میتونیم پس بخوانیم، بلندین اختیار شما هست اگر طاقت گذار باشین. این بلند خواندن و پس خواندن فقط برای همون خطیب است، برای ملا است، برای امام است، برای شما نیست. همه تون میتونیم بلند میخوانیم پس میخوانید، این حق شما هست اگر در خانه نماز ده تنها گذار باشین. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا. بعد از سلام خواهش میکنم که به این 2 سوال من جواب بدهید. در ماه سفر لباست در تنت اگر بسوزد پوشیدن وی باز درست است یا نه؟ در ماه سفر نکاح کردن یا که توی کردن، یا زن اگر حامله دار شود، یا زنی که سری فرزند رود، با احترام یکی از مخلصان شما. ما اینقدر از ماه سفر میترسیم، اینقدر از خدا نمیترسیم. تمام در مردم ما و شما همون جاهلیت دوره عرب ها پیدا شده است. در دوره های جاهلیت هم کتاب تاریخ عرب ها را خواندم، تماشا کردم. اونها هم برای اونها روزی نامبارک روزی چهارشنبه بوده است. انا همون اثر جاهلیت اونها در ما و شما تاثیر کرده است. امروز بیماری را وقتی میگو روزی چهارشنبه خبر گیرم میگن نره که کسلش زیاد میشود. ببین این یک جاهلیت است، حالان که پیغمبر ما و شما میگه العائد فی المریض یمشی فی مخرفة الجنه. کسی که اگر بیمار خبرگیری میرود قدمهای او در باغ از باغهای جنت قدم زده ایستاده است. ببین ما و شما را محروم میکنن از فیض همون جنت،
از همون داخل جنت ما و شما را این جاهلیت محروم میکنه، نمیگذارد که شاید که من همون روز چهارشنبه بیکار باشم خلاص. یا حضرت عایشه صدیقه میگوید که در دوره‌های جاهلیت ماه شوال بسیار ماه نامبارک بود برای مردم عرب، حالا که پیغمبر مرا در ماه شوال نکاح کرده گرفت. این عایشه صدیقه میگوید. یا جاهلیت ما و شما این گونه بود که یک چغز اگر در بالای یک درخت می نشست میگفتیم از همین خانه یک کس وفات میکنه، یا همین خانه ویران میشد برای که چغز در بالای خانه نشست. حالا که خدای ما و شما میگه و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، ای بندگان من خاطر شما جمع باشد، از هیچ چیز نترسین، هر بلا و مصیبتی که به سر شما می آید همش از نزد من به اجازت من می آید، شما از اینها نترسید. ماه سفر هم از طفیل اینهاست. ماه سفر یک ماه پرخیر، یک ماه پربرکات. فقط پیغمبر خدا را وفاتش در این ماه سفر است. برای این در این ماه، هر ماه برای ما و شما ماه مبارک است، از ماه سفر نترسید. حتی پیغمبر لا عدو ولا طیرة ولا هامة ولا سفر فی الاسلام، ببین در اسلام ما از پرنده ها نترسین، گفت در اسلام از ماه سفر نترسین، هیچ بلا ندارد، هیچ مشقت ندارد. برای همین لباسی که در ماه سفر می سوزد پوشیدن او باکی ندارد، پوشیدن بگیر. یا توی کردن در ماه سفر، اگر همین تویهای سرخراجات و همین تویهایی که پر از حرام کرده های خدا هست در ماه سفر نه، در تمام کل سال برای ما و شما نادرست است. ماه سفر خالی نه. یکی خوش به حال همون پیشوای ما و شما که بیچاره البته مانده شدند از حساب همین خراجات اسراف ها و عمل های نادرکار همین مردم که مانده شدند، بعد گفتن که همین ماه سفر در توی کردن درست نیست. شکر که از همین ماه سفر حاضر می ترسن، از خدا نه. السلام علیکم دامنای محترم، از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. پدر و مادر حضرت امام اعظم کی بود؟ اینا را ما گفتیم گذاشتیم. از آینه نیلگون نماز بامداد یا پیشین و غیر نمازگزاری را میخوانند، از قفا اینها نماز خواندن درست است یا نه؟ درست نیست. از بالای تلویزیون وقتی که شما یک نماز میبینین و با آنها اقتدا میکنین، نماز شما فاسد است، نماز شما درست نمیشود. السلام علیکم استاد شیرین زبانم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش میکنم که قرآن ختم کرده مرا در حق گذشتگانم ببخشید. از شما خواهش میکنم که درباره امام حسین با ما صحبت میکردید، با احترام یکی از مخلصان دائمی شما. ان شاء الله به نزد من بیا، بعد میبخشیمش در حق من اولاد اجداد. حالا که حق بخشیدن خود داری، ختمش کردی، 3 بار دیگه سوره اخلاص بخوان، در حق تمام گذشتگانت همان ختم کردگی تا ببخش، ان شاء الله ثواب میگیری. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوالش. درود و رحمت خدا بر شما و خانواده شما. من یک سوال دارم، میخواهم جواب پرره گیرم. آیا دلیل هایی که دو سوالی هستن که خیلی وقت زیاده میگیرن و میخواهم همین سوال آخران جواب میگردانم. شما در چندین کاسته های خود توی کردن را منع کردید، رقص و بازی موسیقی، حتی گوش کردن را هم، و در کاسته 40 باز اجازت داده موسیقی را. این را با ما پورا فهمانید، زیرا پیروی شما هستیم. التماس با جمعه های نزدیک جواب گردانید. یک گروه مخلصان شما. یعنی توی کردن، منع کردن من، این فتوای من نیست. اون چیزی که میگیم از حدیث میگیم، اون چیزی که میگیم از اجتهاد فقهای ما و شما هستند. معرکه هایی که سرخراجات باشد به طریق اولا کردنشان حرام است. اگرچه در اسلام ما و شما پیغمبر میگوید شما توی کنید، یعنی در اسلام هم توی کردن جای غلط نیست. باید در توی پیغمبری خدا از مرده فرق داشته باشد، با آواز دف فرق داشته باشد. یعنی زنها با همراهی زنها
چیکار کنن؟ همون خرسندی خودشان انجام دهند، نه به طریق امروزه، نه به طریق حاضره. اگر با طریق حاضره ای که هست، نه یک من بلکه تمام داملاهای همین جمهوری را اگر سوال کنین، تمام کتابهای خدا را اگر شما پرسان کنین، شما در این معرکه هاتون گناهگار میشوید. زیرا که اولا معرکه های شما سرخراجات است، خراجات های خیلی زیادی دارین که اکثر شما قرضدار هستین. از حساب معرکه هاتون شما قرضدار میمانید. یکمش. دویم که خواهر و مادر و از ما و شما با مردهای بیگانه در یک موضع رقص بازی میکنند که اینها هم از روی نگاه اسلام البته غلط است و گناه است، این جای پوشیدش نیست. و گوش کردن موسیقی، اگر موسیقی باشد، شعر باشد که از او تربیه باشد، از او آداب گرفتن باشد، درست است. لیکن شعر باشد که از او هیچ تربیه حاصل نمی شود، موسیقی هست که از او هیچ چیز حل نمی شود. یعنی یگان آبادی جمعیت و آبادی اسلام و آبادی همون فرزندها نمی شود و یک گوش کردن البته غلط است. خدا در قرآن چی میگوید؟ این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. این گوش ها و چشم ها و دست ها و همه اعضای شما در نزد خدا مسئول هستند، جوابگر هستند. برای همین ما هم غمخواری ما چی هست؟ توی هاتون کم خراجات کنید. شرط نیست که یک سراینده را شما در $500 میارین، در $400 میارین. در یک طربخانه برای یک آدم رقاصه $200 جدا کردن، همگی نیم ساعت رقص میکرده است. $200. همین کفران نعمت نیست؟ برای $200 را به دست آوردن چند قدر مهنت در کار، چند قدر مشقت در کار. این ما در دوشنبه در یک طربخانه آوازش آمد که $200 همگی نیم ساعت رقص میکرده است. خیلی رقاصه مشهور بوده است. اینا کار ما مثال مسلمان ها و اینا کار ما پیروای امام ابو حنیفه. آیا امام ابو حنیفه هم چنان کرده بود؟ تا حد امکان امروز اگر چند بعضی از دامله‌ها بیچاره اتفاق شدن که در روز همون رقص بازیشون نکنن، یعنی جدا جدا در روز کنن لیکن در شب نکنن، گفتن که از همه فسادی ها همون شبها اجرا می شود. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های همه ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند.